با مناسبت روز بین‌المللی حفظ محیط زیست در شهر حصار چهاربینی ایدانه برگزار گشت که در آن نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی، رهبران کارخانه و تشکیلات، خوانندگان، دانشجویان و دوستداران طبیعت اشتراک نمودند. قید نمودن روز عمومی جهانی حفظ محیط زیست با آن خاطر است که امروز در نزد جامعه جهانی در برابر مسائل گوناگون حل طلب پروبلم اکولوژی نیز در مد اول است. در یک گوشه مکان برگزاری چهاربینی گوشه طبیعت زنده تشکیل گردیده نمونه حیوانات و پرندگان، گل و گیاهای زیبا و دیگر جزءهای طبیعت ناتکرار به معرض تماشا گذاشته شده بود. در ناحیه شهرین هم نیز چنین چهاربینی دایر گردید که در آن نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی سخنرانی نمودند، سهم کارمندان ساحه را در تطبیق سیاست اکولوژی منطقه نظررس ارزیابی نمودند. امروز در ناحیه ما بخشیده به 46مین سالگرد روز عمومی جهانی محیط زیست چهاربینی گذرانده شده ایستاده است. در دوره همین چهاربینی مذکور ما شنبه گذراندیم و امروز از طرف مقامات حفظ محیط زیست شخصان فعالی که در سمت بهداشت محیط زیست در بلند برداشتن معرفت اکولوژی اهالی سهمگذاری نمودند، قدردانی کرده شدند و اینچنین برای یک نفر سابقه دار مهنت کمک خیریوی کرده شد برای فرزند بیمارش. در شهر ترسوزاده نیز چهاربینی دایر گردیده نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی در رفت سخنرانی قید نمودند که به راه ماندن چهاربینی‌های گوناگون در شکل آزمون و ویکتوریناها میان نوجوانان و جوانان در عرصه تجلیل این سنه برای بلند برداشتن معرفت اکولوژی شهروندان، تازگی و زیبایی طبیعت اهمیت کلان دارد. تاکید گردید که حفظ طبیعت بای و ناتکرار تاجیکستان از آن جمله قطارکوه‌های حصار و قره‌طاق وظیفه شهروندی هر فرد جامعه میباشد. در مؤسسه همه‌روزه چهاربینی ها و کارهای بیرون از صنفی میگذرانیم. ناگفته نماند که شاگردان مؤسسه ما در آزمون هایی که از طرف حفظ محیط زیست اعلام کرده می شود اشتراک نموده جایهای نمایان را اشغال می نمایند. موادهای گوناگون جالب می سازند که کس از تماشای آن حلاوت می برد. آنها دوست می دارند این وطن عزیز را. آنان کوشش میکنند که محیط زیست را تازه نگاه داشته بهر آبادی وطن سهم ارزنده میگذارند. در شهر حصار، ترسوزاده و ناحیه شهرین میان محصلین مؤسسه‌های تعلیمی شهر برای دریافت بهترین تصویر طبیعت و بهترین انشای انعکاس کننده حفظ محیط زیست آزمون اعلان گردیده بود و غالبان آزمون با افتخارنامه مکافات‌ها قدردانی کرده شدند.